درود به همه دوستان عزیز. به اولین گیم پلی این کانال بچه خوش آمدید. من محمود هستم. بیشتر شورت ویدیو میذاشتم که گفتم ویدیوهای گیم پلی که ضبط میکنم هم بذارم براتون. این گیم پلی خیلی خوبی هست و اینکه نکات مهم بازی رو حتما بهتون میگم. بریم ادامه ویدیو رو با هم تماشا کنیم. اینجا من دارم به شماره 3 میگم که بپره برای تگ شماره 4 و خودم میرم برای تگ شماره 1 که بریم ریوایوشون کنیم. همیشه با برنامه بچه ها بازی کنیم، اینجوری خیلی بهتره. خب داداش مایکو گفتم ببند دیگه. من اینجا دارم میگم که مایکو ببند که تمرکز کنیم توی بازی، صدای پا بگیریم، صدای پای دشمن رو بگیریم. کجان اینا؟ اولین کاری که میکنی سعی کنیم ببینیم موقعیت دشمن تو کجای بچه ها. من اینجا نکن جامپ زدم، دشمن الان پرید پایین که اینجا یکی رو میزنم. از دوباره زیپلاین رو میگیرم میام هایگران بالا، یعنی بالاترین نقطه، و دشمن پایین رو میزنم که دمج میشه. اینجا یکی از بک میاد یا از پشت میاد سورپرایز میکنه. من با هیپ فایر میزنمش بچه ها، چون فاصله نزدیکه. هیپ فایر یعنی که یعنی چی؟ یعنی نه یعنی هدف گیری نکنی، همجوری شروع به شلیک کنی یا ایم نگیری. اینجا نفر دومی بود که بهش دمج دادم ولی داره فرار میکنه. اینجا من میرم دنبالش و برو تگ بچه‌ها رو بردار، برو تگ بچه‌ها رو بردار. و به شماره 3 میگم که بره تگ بچه ها رو برداره، من برم دنبال این انمی. اینجا مدیکش معلوم میشه، پس معلومه داره میره تو این خونه. من از بالا میام، نه کنیم. اینجا با دراپ شات، یعنی با در حالت درازگی شروع به شلیک کردن میکنه که بهش میگن دراپ شات. خیلی خوبه. بازیش هم واقعا خوب بود به نظر من. بعد اینکه بچه ها دمج میشین سریع، کسی نیومده آرمورتون رو بزنید. نکن الان یه نفر دیگه اومد، ممکن بود منو سورپرایز کنه، منو بزنه. اینجا ناکن از کلاس هم استفاده میکنم که سرعتش بیشتر بشه و خودم میرسونم به انمی و با 117 میزنمش. یکی از نقاط ضعف 117 بچه ها ریلود کردنش، یعنی شما اگه پرک خشاب نداشته باشین یکم مشکل دارین توی بارگذاری مجدد گلولات، خشاب گذاری. کلا بچه همه کلمه رو من استفاده میکنم که یه موقع توی بازی شنیدین تعجب نکنه، یارو میگه ریلود کن، نمیدونم اینه همون خشاب گذاری کن. اینجا چون زوم بود و دمج شده بودم به همتیمی میگم که بریم، چون که ریسکش بالا. البته اگه از کلاس مدیک استفاده کنیم میتونیم توی زوم فایت بدیم، ولی بازم ریسک داره دیگه بچه ها. بهتره که فایت ندیم، برین سیف زون بعدی. سیف زون بعدی یعنی چی؟ یعنی اون دایره بعدی. بعد از اینکه بچه ها حالا ما اینجا زدیم یه سری ها رو از دشمن ها رو، بعد اومدیم اینجا آپگرید، چون آپگرید خیلی مهمه، همون ارتقای کلاستون که به رنگ بنفش در میاد. سمت راست هم داریم میبینیم. بریم بچه‌ها. و اینجا به بچه ها میگم بریم بچه ها، یعنی چی؟ یعنی سوار شین سریع بریم، چون احتمال دشمن با یه نید با یه نارنجک این اطراف کم کرده باشه بزنه چاپر رو بتر کنه. پس هیچ وقت زیاد تایم هدر ندین، سریع همه تون سوارشین بریم.
چه میرین آپگرید چه میرین سر دراب. و داداش چقدر اگرم خوش از می‌ری. اسمو یا همون دوتزا استفاده کنیم خیلی خوبه موقعی که دارین تراپ رو لوت میکنیم. گفتم که من تو این ویدیو تمام نکات رو بهتون میگم، پس شما هم سعی کنین که این ویدیو رو حمایت کنین، لایک کنین، اگه برای بار اول که ویدیو رو میبینین کانال رو سابسکرایب کنین، زنگوله بغلش هم فعال کنین. مرسی رفقا. اینم احساس میکنم همونی فکر که کنم توی همونی بود که اونجا زدمش. دمجش کردم بعدش رفتم بالا زدم همون بود. پیاده شد. مانتر بدیم. آرتریه پیاده شد. اسناک نداشت درسته. اینجا میریم برای حاجی یکی رو تراپ دیدم. سبز. باته. اینجا من فکر کردم که این انمی نگو بات بود، بعد دیگه نیدو همینجوری دیگه انداختم سمتش خورد بهش. سعی کنین همیشه نیدا رو بچه‌ها جمع کنین، نیدو استفاده کنین، نیدو تو دستتون چند ثانیه نگه دارین میخوایم بندازین. فاصله تون تا انمی اون تایمری که هست است. بیاین بچه اگه فاصله دوره همون اول بندازین، اگه فاصله نزدیکه بذارین یه ذره از تایمش بگذره، مثلا بشه 2 ثانیه یا 1 ثانیه بعد پرتش کنین. چاپر بریم حالا بریم. برو بالا الان معلوم میشه. اینجا چون فضا باز بود ما به بچه گفتم بریم، بعد بیشتر انمی ها یا هم دشمنان وسیله نقلیه داشتن که خیلی خطرناکه، ممکنه بیان زیرتون کنن، ناک بشین، بیفتیم روی زمین. و اینجا من ایم میگیرم که متوجه بشم که آقا زوم کنه ببینم انمی هست که بخوایم باش فایت بدیم. این چند تا نید از بالا میندازم. اینجا ناکو هر موقع جام میزنین برین چی؟ هایگران، یعنی بالاتر. اینجا میرم الان این بالای این کیوسی که بغل ارتقا هست، این پهباد رو بزنین همیشه، چون مزاحم بازی خودتون یا هم تیمیاتون میشه. یه نفر این داخل کلستر میندازم، بعد از این برم میرم یه کلستر میندازم داخل، منتظر میمونم میاد بیرون. و یکی از نکات دیگه بچه من اینجا الان عصبانی میشم، این پسره میگه بیا آقا بیا تگ منو بیا فلان. تو این حالت بذارین بچه ها حواسشون به بازی باشه، اینجوری خیلی بهتره، چون به هر حال هم تیمی شما پلاک شما رو بر میداره، احتمالا دور و برش انمی هستش که نمیرسه تگ شما رو بزنه. بعد نیازی هم نیست همش بزنه این روم دکمه‌ای که میگه بیا آقا این پلاک منو بردا، پلاک منو بردا. چون صداش خیلی اذیت کننده است. اشکال نداره داشت اومدی بهت همه چی میدیم، نگران نباش. و اینجا میگه که منو لوت نکن، درسته نباید لوت باکس هم تیمی تو لوت کنی، ولی بعضی موقع طرف حالا متوجه نیست، چون بازی هم متاسفانه مشخص نکرده که این لوت باکس هم تیمیه. یکی پیش من وایسه، یکی چاره که کسی پیش من وایسه که اینا مثلا اینجا کم کردن آقانین. موقع شلیک بچه به چپ یا راست حرکت کنین، یا هر دوتا، یه ذره بریم چپ از ذره بریم راست، شروع به شلیک کنین. یک جا وایسی خیلی راحت کشته میشه. بعضی هم حالا موقع شلیک مثلا به سمت چپ حرکت میکنن، یه مقدارم جامپ میزنن، دکمه پریدن هی میزنن پریدن همزمان شلیک میکنن. اونم اون حرکت هم حرکت خوبیه به نظر من، ولی تیرات به خوبی رژیستر نمیشه چون که قدرت ایمت میاد پایین. متوجه شدین چی میگم؟ اینجا من فاز
اسمارس گرفتم. با اسمارس با محمد رو بزنم. خیلی حال میده بچه ها با اسمارس. چند روز پیش این بیاین کاور تورنمنت بچه‌ها. آیفک بود که بچه ها رفته بودن ریور و میتی و حاجی یارو اینجا بود. رزاراد و ایران کاستوم. بیاین بچه ها کاور. هماهنگ نبودن توی این تورنمنت نظر من. یه اسکواد هم اون برن حاجی. بک بده بک بده. بابا کاور بدین دیگه. بابا چرا پخش و پلایین؟ اسکواد یه جا باشه. من همیشه تو اینجا سعی میکردم که بچه ها رو توی محیط نگه دارم، زیاد از هم فاصله نگیرن، چون که تیم باید کنار تیم باشی بازی کنی. بذار اینجوری چیزا خیلی من بگیرم، بهتره. تیر بیاره اینا رو. قدرت تیم همیشه به کنار هم بودنه، نه اینکه خیلی چسبیده به هم. چون شما اسکواد بریم بچه‌ها. استارت کردی، یعنی 4 تا پلیر باید کنار هم دیگه بازی کنن. بزن شماره یک. دو تا با کل بزنی میمیره. شهید شدم بابا ندم. بعدش همیشه توی یه موقعیتی باشین که بتونه هم تیمیتون شما رو پوشش بده، یعنی توی فاصله‌ای باشین، حالا 20 متری 15 متری، که بتونه هم تیمی شما رو کاور بده، پوشش بده. اونو با تو شد میده. اصلا نمیتونی بیارم. اینجا نها کنین بچه، من رد پای انمی رو دیدم، کلاس هم استفاده کردم که سرعتم بیشتر شه موقع شلیک کردن، تیر زدن به انمی. ولی خب با 117 در برابر کسی که SMG استفاده میکنه، خب اون مکتن داره، خیلی راحت منو میزنه، چون فایرت بالاتری داره نسبت به 117. فایرت یعنی چی؟ یعنی سرعت تیرش، تعداد تیرایی که از توی اون لوله تفنگ میاد بیرون سرعتش بیشتره. اینجا من میگم که اسموک بندازیم بچه‌ها. یه نکات مهمی که هست، یارتون نایک میشه، یه دونه اسموک حداقل بندازیم بالا سر کسی که داره بلند میکنه، یا خودش اصلا بندازه اگه داره. یه سری نکات رو نباید به شوخی گرفت توی بازی، چون اگه رعایت نشه تیمتون میره لابی. چون این بازی اصلا هیچ شوخی نره، این بازی در لحظه باید تصمیم بگیری، در لحظه اتفاق میفته. نکن اینجا من پریدم، می‌خواستم اسمارس بزنم، از دوباره طرف ریوایند بزنه رفت عقب، شلیک نکردم، از دوباره منتظر موندم. اینجا نکن میدونستم دیگه کجا میخواد بیاد پایین، همونجا رو شلیک کردم. این بازی واقعا یکی از بازی‌های خوبی بود که من واقعا عشق کردم. بچه‌ها واقعا بچه‌های خوبی بودن، من پرچم زده بودم اومده بودم و رنگشون بالا نبود واقعیت، بریم بچه‌ها بریم الان زوم میاد بریم. ولی سعی کردم که مثل یه لیدر بهشون همه چی بگم. مثلا اینجا گفتم آقا الان زوم میاد سریع بریم سیف زون بعده، دایره بعدی. نه ببین اصلا زیاد بودن، اصلا بعضیشون یار نبودن. اینجا ناکن شماره 3 متاسفانه میره، بعد میومد از روی پول میرفت، چون که از توی آب بخوای بری هم زون تو رو میگوشه، هم احتمالی که دشمن تو رو بزنه زیاده. بعد زونم تو مراحل آخر زیاد بهتون دمج میده، آسیب میده، اچپیتون رو کم میکنه. سر همین شماره 3 رو اینجا از دست میدیم، ولی چند نفری که اونور زده بود و من بهش حال میدم دیگه. ناگو با اسمارس زدم و کیلاشون حساب شد. اینجا منتظر میمونم اینا انمی کجا. هیچ وقت بچه های گراندتون رو ول نکنه، این جایی که بالاه
نسبت به دشمن ولش نکنید. اینجا یه نفر رو میزنم دمیج میشم میپرم پایین، چون دشمن دقیقا از بک من بود، منم دمیج شده بودم. بهترین جا بچه ها برای اینکه آرمور بزنیم نمیدونم ریلود کنیم همین قسمت پایین های این بیا پایین بیا پایین. تکه سنگ و کوه هستش. این هم از نفر آخرشون که با حالت دراپ شات میزنم. البته قبلش هم از کلاس تریکستر استفاده میکنم که سرعتم بیشتر شه و اینجا هم وینو میگیریم. واقعا این بازی خیلی قشنگی بود، خیلی زیبا بود به نظر من. بچه ها تقریبا خوب بازی کردن، کنار تیم بودن. همین که کنار تیم باشین خیلی تاثیرگذاره. مرسی که این ویدیو رو تا آخر تماشا کردین بچه‌ها. لایک و سابسکرایب فراموش نشه تا یه ویدیو دیگه. خدا نگهدار.